کافیه دیگه ندو. رسیدیم. اما مسئولین محترم خسته نباشید. خدای شما. خدای شما. کمک خدا داشت چه کمکی از دست ما ساخته تو این وضعیت. کمک. خب میگم چجور کمکی آخه زر میزنید؟ کمک داداشا چرا توجه نمی کنید؟ الان دیگه کاری از دست ما بر نمیاد که سیل دیگه اومده و همه تا چیزمان رفتیم تو گل. کمر همون کمر. سب کن بینم الان چیز شما تو گله؟ کمر همون کمر. داداشا یه مقدار باید قلی میکردیم دیگه خودمونه. داداش نگران اون نباش. شما یه دقیقه بیا پایین. من خودم سر تا پات قل میگیرم. در میزنی نره پایین. داداش آخه باید یه مقدار گلی هم بشیم لااقل. خیلی خراب کردیم خدا وکیلی. آها باش ولی داداش میگم شما الان عصبانی هستی. اگه اجازه بدین ما خودمونه گل بگیریم. بله درسته. چون شما حتما یه مشکل داری که انقدر ناراحتی دیگه. درسته؟ بله درسته مشکل داریم. خب اون یه مشکلته بده به من. بفرما. بفرما این یه مشکلته حل کردم تو خودم. خب آقا مسئول ما فقط یه مشکل نداریم که ما حداقل 1000 تا مشکل داریم که باید حل کنی تو خودت. واسه همینم گفتم بیا پایین سر تا پات گل بگیرم. با یه مشت گل که حل نمیشه که نوکرتم. خب داداش من 1000 تا مشکله که نمیتونم به مالم بخودم که من به خاطر گل روی شما یه گلگیرم کلن قهوه‌ای کردم. میدونی یکم آرامش خودتونه حفظ کنید دیگه. آرامش؟ مرد حسابی همین دیروز برای اینکه آرامش خودم حفظ کنم رفتم یه تشک درجه 1 برن خریدم که یه آرامش فضایی رو تجربه کنم. بعد آب اومد آرامش زمینی مونم برد با خودش. زر میزنه قلابه گرفته. زر نزن بابا. شما اگه واقعا تشک برن گرفته بودی که آرامش فضایی رو تجربه میکردی میرفتی رو هوا آب از زیرت رد میشد دیگه. زر میزنی